Assalomu alaykum. Assalomu. Lazaset. Marhamat. Dar buyurun jevonho. Salom. Assalomu alaykum. Xush omading. Marhamat, به این طرف بگذارید. بیایید. چند است؟ با من همینش معقول شد. همین. بله انتخابتون خیلی خوب. یا دیگرش نه؟ نه همینش رو میخریم. همین رو. معقول؟ ها. چی هم میگفتم؟ مبارکتون باشه. لبه الو دادا السلام نظر شما چی گفت؟ دادا حاضر من در پیش ماما شما نمیبید خبر نمیگیرید آنها را بیاید خبر گیرید چون که آنها شما را فقط میپرسن و بیاد گوی کی؟ حالا دستم نمیرسد 12 نفر از خارجی آمدند با آنها بندیم بعد مجلس باز به ابیکتا رفتن ازیم بیاید خبر گیرید آن کس رو بچه من کار رو پرتافته رفتن نمیتوانم فهمیدید؟ و بیاد فهمان گویی که من امروز آمده نمیتوانم بلش بیا اکنون جایمان رو ایواز کنیم
سوزه خال مشکن را به پیشانی زدی، در میان هر دو ابرو داغ پنهانی زدی، در میان هر دو ابرو داغ پنهانی زدی. باز بگویی که رنگم زرد می باشد چرا؟ باز بگویی که رنگم زرد می باشد چرا؟ حال ما میدانی و خود را به نادانی زدی، حال ما میدانی و خود را به نادانی زدی. ای سوزه سوزه، حال ما میدانی و خود را به نادانی زدی. آدم با آدم مانند میشد است. یه خیر. اینش برای سوزه ای موسیقی که من ای Наилучший подарок. It's fun to get you on like it can. Be careful, amigo. She's talking and walking just to work you up. She died for your love, but your love's something like sigo tranquila, like I'm on a beach in Anguilla. Sipping macarona like there's nothing going on. I ain't leaving you alone. What is meant for me, no other God's gonna take it to give him up. And I'm crazy, but you like it. انصاف، به شرف، کی به شرف؟ تو به شرف. تو که مادرت را باری آخر خبر گرفتی ها؟ در خاطر نداری بیزنسمنی ثروتمند رئیس شرکتی پارگی اینترنشنال کارپوریشن جیم بیک با زنت چیکار کردی؟ گل بر این پسر را به سر مادر پیرت پرتافتی، دخترک ساده قشلاقی را به دامت افکندی. زوزیه من، زوزیه شیرینکک من، زوزیه شرمگینکک من. با زوزه کاردار نشو. اخشلاقی نه و کالج را تمام کردگی. ای خودی تو کی؟ من؟ ها؟ تو؟ من فرشتم. چه خیل فرشته؟ هزارها سال انتظار بودم که تو با دنیا می آیی و وجود تو را برای خود مسکن کنم. نه هیهات. نفرید. اگر فرشته باشی میدونم با تو چیکار کنم. انا بود نیست. ای داده تا دیدم، لای 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 داده تا دیدم، ای دای داده تا دیدم، لای 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 داده تا دیدم. ایچ 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 آرگه هشتی را
پارگی پارگی برو از پس کرسی از پس کرسی برو. با کی گفتم؟ تو از من چی میخوایی؟ پارگی مجبور میشوم که با تربیه تو مشغول شوم. در شد در شد. تربیه آدم هیچگاه دیر نمیشود، خصوصا آدمی که مثل تو لیاقتمند باشد. اگر تو لیاقتمند نمی بودی ثروتمند نمی شدی، ولی اخلاقت ای مرازی. فقط همیشه ما را به حال خودمون التجا بعد 5-6 دقیقه نزدم زوزیا زلیخا می آید. میفهمی؟ باز زوزیا اگر باید بیند که من با فرشته خود پارکی گوی کی به نغزی به خانه اش رود. اگر باری دیگر قدمش رو به خانه من و تو ماند، گوش کن، اقلا وقتی آمدنش تو به یگون طرف دف شو. التماس خاطر جمع باش، او مرا نمیبیند. آمد. بیا جانکم درا. السلام علیکم. السلام. واو میسیس زوزیکا. لابا یکی پورگی. مین بد مرا میستر پارگ گوید مایلش. اوکی میستر پارگی. میسیس زوزیکا. یس میستر پارگی. ماخوری ما موقوف گذاشته می شود. پگاه ساعت 9 در آفیس با می خوریم. حاضر رفته استراحت کنید. اوکی میستر پارگی. مستر زوید میسیس زوزی را به خانه اشان برد. اوکی پلیز. انا دیدی میشود است کو. فقط اینکه 1-2 روز اندک عذاب میکشی، انا بعد به زندگی سالم عادت میکنی. ای چرا تو با من گپ نمیزنی؟ چرا گپ نمیزنی؟ کنی حرمت و احترامی تو به ادب. چقدر حرمت؟ کدام احترام؟
از روزیا محروم کردی؟ یا قدر عرق نوشیدن نماندی؟ بعد این چخیل من تو رو احترام کنم. مرا به حالمون فهمیدی؟ من روزی دراز دویدم، کار کردم، خسته شدم، خوابم آمد. من خواب کردن میخوام. خیر مایلش، من هم خسته شدم. به تربیه تو فردا از صبح مشغول میشویم. چراغ خاموش کن. امشب یکم نغمه نکنی باز. ها؟ بازی سازان از نگاره های مشش دبودم که آن سهاری های پوشی دلی از فرشته میگریزی؟ باز از فرشته خودت؟ من خودم از افتو بشره تو بیزارم. فهمیدی؟ قناعت به خدا. خز پارکی با کی گفتم؟ خز تو کی را فریب دادن خواستی؟ فرشته را؟ فرشته خودت را؟ آدمان را فریب دادنت بس نبود؟ گپ زن.
فرشته جان تمام، من تسلیم فرشته جان. فقط اجازه ده همین قدح را بار آخرین نوشم، همچون داروی خواب. التماس. چه علاج؟ زهرت شود. Thank you very much. تشکر. اکنون خواب میرویم. پارگی خوابم را پراندی. یک سرود خان. الگوی مرا خواب برد. خواب رو نوری دو چشمان خوابی دست عالم، سبز حیوان و آدم مرغ و ماهی هم، تا فرشته بی خوابت الله می خوانم. الله جان الله، الله جان الله، الله جان الله، الله جان الله، نفس برآوردیم. دستا در میان، دستا در میان. این طرف، این طرف. و چپ، راست، چپ، راست. بالا، بالا، پایان، بالا، پایان. خم شدیم، راست شدیم. خم شدیم، راست شدیم. و این طرف خم شدیم، راست شدیم. بارک الله. 87 88 89 90 شد. کفایت. بس خستیم. اکنون دویدیم برای دستورشویی. دویدیم 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 دویدیم. برنامه امروزه کاری ما این خیل می شود. قبل از همه اول رفته مادرت را خبر می گیری. نمیتوانم. و ساعت 9 با ترباری و شوسی هم ملاقات دارم. ترباریت صبر میکند. برای مادرت بازاری میکنی.
شف من همینجا. حاضر. دیدی آدم آمد مرا انتظارند. خانه مادرم ایکن. بای بای. آیس بای بای. کجا گشتی؟ به این طرف گردان. استا تو چی نمیفهمی؟ خانه مادرم برات گفتید کو؟ بسیار گپ نزن. وقتای آخر فقط هوشت پریشان. گردان با آفیس. خیالم کی؟ از پسم میپاید. ماشیندار گفتم. با خونه مامشگاه کن. با خونه مامشگاه کن. های کن. زبید ما از بازار یگان چیز خرید کرده بیار. خوب شده است.
کار بسیار اوچه کار بسیار خودتان عرض هستید سلامت باشید صدقه اوچه مالش اوچه مالش بیا رفتی خونه رفتی بیا خونه رفتی بیا اوچه بیا اوچه زوید اینجا بیا زوید اونجا رو اینجا بیا اونجا رو او میمردی که از پیش بازار گذاشتیم او میگفتی که یک باره خرید کنم نه زوید باید آنسو رود اینسو بیاید آنجا رود اینجا بیاید الا بعد بازار رود پولی دادگیده از بینیم برآورده گرفتی زوید من زوید نه من زبیدالله زلیخا نمیز فقط دو ساختمانچی سنتکنیک خانه مادرم تمام من یک کتک چای کردم سیر قیماق شکم هم سیر هیچی نمیخورم اقل چای دم کنم بله تلویزیونم هم کار نمیکنم بچیم چی گفته دو چه نفهمیدم تلویزیونم معلوم بچیم کار نمیکند خودم برای کار نشدی ایشگم بیوچه اگه نباشه بگیریم کدام یک تشکر آشف زوید بازاری کردی؟ کردم گوش کن слушай меня внимательно روسی گپ میزنید؟ чтобы мама не поняла Звейд слушай меня внимательно по пути возьми что-нибудь согревающую душу Понял? А. Всякую чепуху не бери. Иди лучше из винзавода возьми. خوب مایلش حاضر اوچه جان پمیدار و بادرنگی شور باشد گرفته بیاره حاضر بچیم حاضر من گفتم بیام حاضر من حاضر در پیش نظر شما این مرد بدمست را جراحی میکنم تلویزیون تو زود کردی وای بچه بمرم وای دست خود بمرم پای قدم کار با صدقه این هم بیرم تلویزیون تو زود کردی وای
حاضر میبینیم که در درون این چی ها هست. با گمان شما این چیست؟ چی هستین؟ شما گمان کردید که این لطه پاره سوخته شده؟ نه، این جیگری مردی می پرست است. زوید گرفتی؟ گرفتم پارتو چخیل پارتو گفتم کو نابود کن حالا میبینیم که در معده او چی هست. این ناف پیچیده. آن این ادینامه کهنه شده. خاله جان السلام علیکم. نظر شما درست به شما؟ تمام؟ این هم رفت. چه خبر است؟ من با استاد بزم اومدم گام اومدم پرواد دست یک پیاله چای ننوشیده یا بچه کم یک پیاله چای گرم او چه تشبیه کشه من رفتم سراشه من کارم بسیار بله چه Good morning, Mr. Pahargi. مرا کی پرسید؟ با دوستتان شورا پشت و رخصت نامه لازم بوده است در خصوصی وگان. این کی؟ خزانی. کیانی؟ خزانی. شما شاید ره گم زده باشد. اینجا پارک اینترنشنال کارپوریشن جیم بیج حجت های شوسیه و ترابریه را
آمادن از من دارید میسیس زوزیکا. اوکی مستر پارگ. کاری خوب نکردی پارگی. اهل ادب و هنر را دستگیری کردن در کار. زوزه لابای مستر پارگ. همون نام سبیل مانده اش چی بود؟ خزانی. ها خزانه را گویی که نزد من درآید. اوکی مستر پارگی. خدمت. من در وصف شما بر این صاحب کاران سخی کوتاه‌تر. یک داستان نوشتم. با سر مقصد آیم. حاتمی دورانی ما اگر خواهد نمیخواهم. پر کن از حلوا و نان و گوشت دسترخوان ما. زنده باشی تا ابد ای حاتمی دورانی ما. فایه چند؟ 1000. میسیس زوزیکا. مستر پارگی. با خزانه خزانی 3000 داده شود. مینت دارم. 1000 رحمت. سپاسگزارم. 1000 رحمت. مینت دارم. 1000 رحمت. میسیس زوزیکا. یس مستر پارگی. با پولی تاجیکی. اوکی مستر پارگی. اکنون تو را امتحان جدی در پیش انتظار است. باز چه خیلی امتحان؟ میدانی در وگان جوره جانی از شور پشتوف چی است؟ آنجا مال قاچاق. قاچاق پاچاق نبای. قاچاق. اگر تو این را از نام شرکت خود فریستی تو را حبس میکنند و بلا میمانی. بنابراین با حجت های سفریش امضا نگذار. فهمیدی؟ تو فهمیدی یا نه؟ اوای ما رو میکشد. میفهمی؟ میکشد. نمیکشد. من هستم. میسیس زوزیکا چند بار به شما گفتم که به اجازت در آمدن ممکن نه. اکسکیوز می مستر پارگ. خودتون گفتید که عهدنامه های ترابریه و شواسیه رو نزد من بیار. Oi, Zuzia. Zuzia, من تو رو میدوزدم. برادر چلی کاغذ تیار؟ امضا کن. وگان تیار؟ کارها 5. من به حجت های تو امضا نمیگذارم. این چیل کدیک؟ تو چی گفتی؟ ها؟ توکل شهر پشتویچ من به حجت های شما امضا نمیگذارم. امضا میگذاری. فهمیدی؟ ها؟
چی میگویی میسیس زوزیکا؟ شما رو از برنامه مستقیم تلویزیونی از شواسیه جناب سیاشووا میپرسند. وصل کنید البته فوری.你好 ，Mr. Balke。你好，苏先生。我知道你们公司的生意在全世界做得非常的大，因此我们公司也希望你们进一步的合作。我将以最优惠的条件给你们发送最好的设备，我以最大的努力去加强我们之间的合作，让我们的生意和友谊进行得更加长久。祝你身体健康，保利给先生。祝你很新先生。انا دیدی یک کاری خیری کرده نکرده طالعت بلندی کرد کارت پیش رو شد. گپ زنید میسیس زوزیکا. با کجا؟ با تراباریه. جناب جک جکسون با شما صحبت کردن میخواهد. بسیار خوب. میسی سوزیکا پیوست کنید، فوری پیوست کنید. مستر پاهارگی. هلو پاهارگی. هلو مستر جک. هلو. اجازت هست من با تو تاجیکی گپ زنم. تاجیکی گپ زن جک. تاجیکی گپ زن. پاهارگی. یس جک. من با تو دوست هستم؟ البته جک. ما تو دوستیم. اگر من دوست هستم با تو $2 میلیون فرستاد برای بیزنس من، برای رونق بیزنس با 5 سال. اوکی؟ اوکی جک. اوکی جک. Thank you very much. Thank you very much. پاهارگی. Yes جک. تو از دوست نه. تو از بیزنسمن است. اوکی؟ اوکی. Goodbye, Porgy. Goodbye, Jack. Goodbye. طرفای ما بیا. 400 بیا.
چی شد؟ باش دایم سلامت اکی پارگی مرد ولی نعمت اکی پارگی مرد ولی نعمت اکی پارگی باش دایم سلامت باش دایم سلامت اکی پارگی مرد ولی نعمت اکی پارگی زنده باش و سلامت اکی پارگی زنده باش و سلامت اکی پارگی مرد ولی نعمت اکی پارگی آها هلا میسیس زولیکا کوی بیا یگان کس ما رو نپرسید مستر پارگ همون سیه شو زنگ زده گفت که شما حتما به او زنگ زنید حتما ما رو پیوست کنید دویدنی گوساله تا کهدان کارهای خیر و عاقبتش نیک باشد 我给你发设备，你不给钱，而且把设备退给了别人。我限你在3年之内把所有的设备退给我们，要赔偿我们所有的损失。另外，我会把你们告上法庭。 نه شما صبر کنید مستر پارگ جناب جکسون زنگ میزند پارگه من 2 میلیون برای چی فرستاد برای بزنس تو چه جک جون آرام شو به تو معلوماتی بر دروغ دادن من در تو نه بزنس من پارگه تو هست کامونست میستر پارگی جک جون موافق این عهدنامه برای ویران کردن آن همه بندهای 1 2 3 4 5 اموال شما مصادره کرده می شود. چی داد میزنی؟ خاموش. اما این موافق قرار آفیس شما برای فعالیت غیر قانونی بسته می شود. چی گفتی؟ زلیخا اینجا بیا من از بالا به زمین می نگرم و کشوری را به زیبایی و ثروت مثل این دیار نمی بینم. تو باید
به قدر هر پاره سنگ، هر قطره آبی دریاهایت وطنی بهشت آسایت برسی. تو مرا خانه سلات کردی، تو گشت ای در فضا، هوایی تازه گرفته، غمی نداری، نه میخوری نه میپوشی نه معیشت رو میفهمی، باز ما رو تعلیم بدهی. ساده تو فرا یک دو روز با ما باش. با تو آسان این دکان و اون دکان، این آنجا بر. بس کن، گریه نکن، خودت رو به دست گیر. و تو فرشته نیستی کو. بس کن، یافتی ساده یکت را. برو به حال خودمان. پدرم در جنگ هلاک شد، ما نان خوردن نداشتیم. مادرم با اشک 6 قطار مرا به صغیر خانه برد، از آیا 3 بار گریختم، ولی مرا دستگیر کرده گردانده آوردن. در دل میگفتم بگذار از گرسنگی میرم، ولی در خانه خود سر به دامن مادر بمانم و بمیرم. نمردم، علم آموختم، تحصیل کردم، تین با تین جمع کردم و صاحب کار شدم. اگر تو پیدا نمی شدی، تو آمدی و تمام کاری برای رسوا کردی. پارگی لبه، چرا نامت را پارگی ماندند؟ پارگی، پارگی ایستا، پارگی برگرد. برای چی تو از یتیم خانه میگریزی؟ برای چی تو به یتیم خانه برگشتن نمیخواهی؟ برای چی؟ بچه ها مرا مسخره میکنن، پارگی گفتم مذاق میکنن. تو باید فخر کنی که پارگی نام داری. نام تو معنای بسیار چقدر دارد. هر کدام ما یک پاره این وطنیم. ما باید با رشته های مستحکم با هم دوخته باشیم تا که وطن یک پاره و مستحکم شود. مرا مسرحتی وکپب وصیتی لنین و قلب پرالتر نقش بسته محکم و متین. شعار راهبری وکپب رفیق ستالین. نه طالبیم و هم نمیدیم یک وجب زمین. معلم من دور و دراز معنی این نام رو فهماندن خواست، ولی من چیزی نفهمیدم. او از جنگ معیوب شده برگشته بود. ما رو همیشه نصیحت میکرد که نیکی کنید. خیریه، صدقه، منه. عاقبت دور دست در بینی مانده. از افتکار در کجای خطا کردم؟ ای خطا 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 خطا. عمر انسان بی سهو و خطا نمی شود. خطا خطا سوزی مرا بردن. در عالم دیگر هیچ چیز ندارم. چرا هیچ چیز؟ منه. زمین داری، کار کن، زحمت کش. زمین رزق روزیت را میدهد. چی قدر زمین 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 میگویی؟
این خاک سیاحت رو به سرم بزنم. پس همین به حرمتی نکن کنمک. دادا بچه این همارا بین در بچه رزق روزی را ببین بچه. دادا دادا این چه خداست؟ این خاکی وطن بچه، خاکی وطن.